ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфтурамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтури 33-юм. امام اعظم، اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرا. معلوم است که نقش دین در زندگی انسان و رابطه آن با نهادها و ساختارهای اجتماعی و تحولات فرهنگی کلان است، خصوصاً در جامعه تاجیکستان که دین و دینداری دارای جهت‌های خاص بوده، از جمله مهمترین ساحه‌های حیات جمعیتی به حساب می رود. اگر به حالت دین و دینداری از دیدگاه منفعت‌های ملی نظر اندازیم، امروز آن را می توان در سطح نچندان بلند ارزیابی کرد. چون این حالت برای بعضی دایره‌های سیاسی و دینی داخلی و خارجی عین مدعا می باشد. زیرا ناآگاهی مردم از ارزش‌های عمومی انسانی دین مبین اسلام، نادیده گرفتن آثار شخصیت‌های بزرگ دینی خلق خود از جمله امام اعظم می تواند برای هر گونه تبلیغات افراطی و اکستریمیسم و رادیکالیسم دینی زمینه مساعد فراهم آورند. مسئله تربیت جوانان جزئی مهمی سیاست دولت است. در این سمت ما باید درک نماییم که پیشروی و آبادی هر یک جامعه قبل از همه به سازندگی و ایجادکاری و سطح دانش و فرهنگی نسل نورس و جوانان وابستگی مستقیم دارد. از این نقطه نظر تربیت نسل دانشمند و دارای اخلاق حمیده، صاحب معرفت و با فرهنگ، سازنده و ایجادکار و وطن دوست و با ننگ و ناموس وظیفه مهم و اولین درجه همگان است. زیرا در جامعه جهانی ملت و دولت مقام مناسب خواهد یافت که فرزندانی بیدار دل و آگاه و دارای خصلت‌های حمیده انسانی را تربیت نماید. جوانانی با ننگ و ناموس ما باید با حس بلندی وطن دوستی و خودشناسی ملی پیش از همه علم‌های معاصر، زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های زمانوی را آموزند و از پی آباد کردن وطن عزیز خود تاجیکستان باشند، چون که پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه از کادرهای صاحب اختصاص و با مهارت و وطن دوست و وطن پرست وابسته است. در رابطه به این می‌خواهم مخصوص به پدر و مادران و خادمان دین مراجعت کرده ابراز نمایم که جوانان ما در برابر دانستن تاریخ دین و ارکان آن باید حتما صاحب کسب باشند. از این رو از خادمان دین تقاضا می گردد که جوانان را هرچی بیشتر به آموزش کسب و هنر هدایت نمایند. با قناعتمندی می توان ذکر کرد که تا امروز در بین پیروان دین‌های مختلف مملکت در زمینه اعتقاد دینی هیچ گونه نزاع یا ضدیت مشاهده نشده است. این است که در فضای دینی کشور ما فرموده های قرآن کریم در خصوص آن که در دین مجبوری نیست پره تطبیق خود را یافتند. شهروندان کشورمان
موافق اعتقاد خود عمل کرده، با همدیگر مناسبتی مسالمت‌آمیز را پیشه کردند که این عملی آنها را دولت و حکومت تاجیکستان جانبداری می نماید. از طرف دیگر این نشان دهنده سیاست درست دولت دنیوی تاجیکستان نسبت به دین و اعتقادات دینی می باشد. محض با تطبیق اصلهای آزادی اعتقادی دینی و طلبات قانونگذاری میسر گردید که پیش راهی هر گونه اختلافات و نزاع دینی گرفته در مملکت فضای تحمل پذیری دینی تأمین کرده شود. اهل جامعه را نیز ضرور است که چنین مناسبتی تحمل پذیری دینها را احتیاط و حفظ نمایند. در نوبت خود یکی از وظیفه‌های دولت نیز مناسبتی مسالمت‌آمیز با دین و حفظ وضعیت مراسا و مدارا در جامعه می باشد. تا امروز در سمت ارجگذاری دولت صاحب استقلال تاجیکستان به تمدن پرغناوت خلق تاجیک و دین مبین اسلام از جانب حکومت کشور یک سلسله اقدامات عملی کرده شده. تهیه و نشر میراث گرانبهای بزرگان علم و فرهنگ ملتمان، ترجمه و چاپ قرآن کریم به زبان تاجیکی و از جانب پرزیدنت کشور به مردم هدیه گردیدن این کتاب مقدس از جمله آنها می باشند. اینچنین ما بزرگداشت نابغه های علم و فرهنگ خلقمان از جمله هزاره شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، 2700 سالگی اویستا، 1000 سالگی حجت الحق ناصر خسروی قبادیانی، 1025 سالگی شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، 680 و 700 سالگی عارف مشهور میرسید علی همدانی، 675 سالگی شیخ کمال خوجندی، 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی، 1150 سالگی آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی، 950 سالگی امام بزرگ محمد غزالی را در سطح ارزنده تجلیل کردیم که همه این چاره‌بینی ها در سمت گستریش خود آگاهی و خودشناسی، احساسی وطن دوستی و وطن پرستی مردمی ما از جمله جوانان نقش مؤثر گذاشتند. همچنین باید گفت که توسط تحقیقات پرارزش عالمان و متخصصان نقش آثار و خدمت‌های این ابرمردان علم و فرهنگ خلق تاجیک را امروز جامعه جهانی بهتر شناخته و آنها بهای شایسته و سزاوار داده است. تجلیل 1310 سالگی امام اعظم در سال 2009 نیست در سمت شناخت سیمای اصلی و آموزش آثاری بی‌نظیر او همچون منبع پاکیزه روحانی و اخلاقی قدمی مهمی گردید. در شرایط پرتضاد جهانی معاصر که اختلاف و برخورد تمدن‌ها هر روز با تابش نو ظهور می کند، احیا و بهره برداری از ارزش‌های معنوی تعلیمات تحملگرای امام اعظم بی‌شبهه به گستریش و تقویت همه جانبه گفتگوی تمدن‌ها مساعدت خواهد کرد. زیرا فضیلت‌های مذهبی حنفیه محض در احترام انسانیت، هویت فرهنگی خلق و ملت‌ها و برابر حقوقی آنها افاده یافته انسانیت را براهی راست و درست هدایت می نمایند. هدف اساسی ما از تجلیل جشنها و ارجگذاری به شخصیت‌های تاریخی ملتمان و آثار گرانبهای آنها، تحکیم هرچی بیشتری
حس خودآگاهی و خودشناسی ملی نسل‌های امروزه و در خدمت آنها قرار دادن ارزش‌های والا و دستاوردهای نیک فرهنگی نیاگانمان، اینچنین با همین راه در شعور نورسان و جوانان تربیت کردن احساس افتخار از گذشتگان می باشد. حالا مردم ما در مرحله نوی تحکیم و تکامل دولت صاحب استقلال خود قرار دارند و در این روند هر یک نفر باید ارزش مقدس استقلال و دولتداری ملی را از همه گونه منفعت‌های سیاسی، حزبی و گروهی و غرضهای قومی و دینی خود بالاتر گذاشته در برابر پایدار و استوار نگاه داشتن وحدت ملی و صلح و ثبات، اینچنین به تطبیق هدفهای بزرگ سازندگی به خصوص تأمین استقلالیت انرژتیکی و کمونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقواری کشورمان مساعدت نماییم. همزمان با این وابسته به طلبات جامعه امروزه باید معین نماییم که کدام عنعنه‌های ملی و دینی امان را به نفع پیشرفت دولت صاحب استقلال و ملت تمدن سازمان رواج و گسترش دهیم، زیرا ما بسیار ارزش‌های نیک ملی و دینی داریم که می توانند در تأمین یگانگی و وحدت ملت و تشکل جامعه متمدن شهروندی نقشی سازنده و مؤثر بازند. ارجگذاری به فرهنگ پرغناوت ملتمان، حس وطن دوستی و وطن پرستی نسل جوان ما را توسعه بخشیده در جهانی پرتضاد معاصر بیداری معنوی و زیرکی سیاسی آنها را تأمین می نماید و به راه درست زندگی هدایت می سازد. گذشته از این آثاری پر از پند و حکمت‌های سازنده و سبق آموز شخصیت‌های بزرگ در بسیار حالتها جوانان ما را از صادر نمودن اشتباه و زیاده روی ایمن می دارد. ما باید در جامعه خود نسل خودآگاه و بیدار دل و سازنده را به کمال رسانیم که برای آبادی و شکوفایی وطن عزیزمان تاجیکستان صافدلانه و صادقانه خدمت کرده تواند. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با چنین فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را خودنمای روزگار خیش قرار دهند. اسماعیل سامانی، ابرمرد خرد و سیاست. در انتهای تاریخ پرماجرای عصر 20 و آغاز 1000 ساله سیوم میلادی ما شاهد رویدادهای بزرگ جهانی متمدن گردیدیم. می دیدیم که دولت‌های ابرقدرت و نظام‌های تاتالیتری که به قیمت جان ملی آنها قربانیان در دوام 10 سالها بنیاد و استوار گردیده بودند، بر اثر انقلاب‌های دموکراتی و روندهای سیاسی فروپاشی شدند. مشاهده نمودیم که ارزش‌های عمومی بشری و دموکراتی در جهان امروزه با سرعت گسترش می‌یابند و همزمان ارزش‌های اصیل ملی در عرصه عالم مقامی روزافزون پیدا می‌کنند. شاهد آن گردیدیم که دولت‌های جوان در تلاش استقلالیت و یافتن مقام خود در جامعه معاصر هستند
و ملت‌های باستانی احیای حیرت انگیز و زینه بلندی خودشناسی را می‌پیمایند. گذشته از این، در کره زمین نه اینکه مرزبندی حوزه‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و استراتژی آهنگ نو می‌گیرد، بلکه حدود تمدن‌های قدیم و جدید از نو مرزبندی می‌گردد و ملت‌های خرد و بزرگ دایره فرهنگ و تمدن خویش را از حسابی به همدیگر نزدیک گردانیدنی تمدن‌های همجوار وسعت می‌بخشند. روندها و تمایلات جامعه بشری به اندازه‌ای رسیده است که جامعه شناسان از فرارسی دوره کاملا نو و دورانی دیگرگونی‌های بزرگ در تاریخ انسانیت ابراز عقیده می‌کنند. این دیگرگونی‌ها از جریان خودشناسی خلقها، ملتها و در مجموع انسانیت غذا می‌گیرد. روند مذکور اصلاً سالهای 70 ظاهر گردید و سالهای 80 و 90 عصر 20 چون پدیده عمومی تمایلات تاریخی عرض هستی نمود. احیای تاجیکستان چون دولتی صاحب استقلال و آزاد نیز نتیجه همین قانونیت تاریخی و دیگرگونی‌های منطقی انتهای عصر 20 می باشد. در عین زمان ما در روبروی آزمایش‌های بزرگ تاریخی قرار گرفته ایم که محور آن را تأسیس و تحکیم همه‌جانبه دولت مستقل ملی تشکیل می دهد. پاش خوردن اتحاد شوروی باعث آن گردید که در قطار دیگر جمهوری‌ها تاجیکستان نیز از نعمت بی‌بهای استقلالیت واقعی بهره‌ور شد. این دوره را می‌توان چون آغاز مرحله نوی دولتداری و استقلالیت ملی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمود. استقلالیت ملی در مرحله نوین برای مردم تاجیکستان چندان آسان به دست نآمد و از قضا باز به دشواری‌های سنگین و اختلاف‌های شدید روبرو شد. قوه‌های بدخواه داخلی و خارجی که استقلالیت تاجیکستان را چشم دیدن نداشتند یا خود می‌خواستند این سرزمینی پرگنج را تحت نفوذ خویش گیرند، مردم تاجیک را بر ضد همدیگر انگیخته جنگ شهروندی را به دوش آن تحمیل نمودند. به نظر چنین می رسید که بی سر و سامانی ها و مناقشه های خونین در سرزمین تاجیکان مثل کشور افغانستان دور و دراز دوام خواهند کرد. برای حکومت جمهوری تمامی کوشش را به آن روانه ساخت که به مقاومت و دشمنی خاتمه گذاشته ساکنان مملکت را به صلح و وحدت و مهنت بنیادکارانه هدایت نمایند. خلق تاجیک محض به شرافت خیرد و ذکاوت اجدادی و عقل سالم سیاست صلح جویانه حکومت کشور را دستگیری نمود. صلح و صلاح، وحدت و سازندگی و مهنت بنیادکارانه در سرزمین تاجیکان از نو پایدار گردید. با تشبث حکومت و همکاری سابق مخالفین، همچنین دستگیری و جانبداری تشکیلات‌های بین الخلقی و چندین کشورهای خیرخواه عالم صلح سراسری در مملکت فراهم آورده شد. تأسیس و تشکل دولت پاینده ملی در تاجیکستان امری واقعی است. تطبیق این رسالت تاریخی برای ما هم آسان است و هم مشکل، زیرا ما تاجیکان از قدیم الایام در قلب آسیا و چهارراه‌های فرهنگ‌ها و تمدن‌ها عرض هستی نموده دارای تجربه قدیمترین فرهنگی دولتداری می باشیم.
بارها هنگام سخنرانی در ملاقات و جلسه ها تأکید کردم که دولت سامانیان را در هیچ صورت آغاز دولت و دولتداری تاجیکان شمردن روا نیست، چون که خلق تاجیک تا دوره سامانیان سلسله دولت و دولتداری ها را بنیاد گذاشته در آسیای میانه چون قدیم ترین ملت شناخته شده است و صحیفه های نخستین فرهنگ و تمدن عهد قدیم را در این سرزمین پایه‌گذاری کرده است. واقعاً تاریخ دولت و دولتداری تاجیکان به هزار ساله های بسا دور رفته می رسد که از سرچشمه های اساطیری و روایتی آغاز می گیرد. دوره پادشاهی سلاله پیشدادیان و کیانیان را از جمله دوره اساطیری و نیم اساطیری قلمداد کردند که غالباً منظره آغاز تمدن نیاگان ما را فرا می گیرد. مادامی که اساطیر یونان زمین، بنی اسرائیل، مصر قدیم و بابل چون یک رکن تاریخی این کشورهای قدیم اعتراف شده باشند، پس سلاله پیشدادیان را چون آغاز تاریخ دولت و دولتداری نیاگان تاجیکان و دیگر مردم آریایی نژاد حسابیدن رواست. دولت و دولتداری سلاله کیانیان زینه از اساطیر به واقعیت تاریخی گذشتن بوده، به عهد پادشاهی گشتاسپ و ظهور زردشت راست می آید. تعلیمات زردشت و کتاب مقدس اوستا را کل علمای جهان و تاریخ شناسان شرق و غرب اعتراف کردند. اینچنین شکوه و شهامت دولت کیانیان و بلخ و باختر باستانی را ستایش نمودند و ما وارثان واقعی سلاله کیانیان حقوق معنوی نداریم که اصالت کهن بنیاد نیاگان خود را نادیده گیریم. دستاوردهای نوین علمی عالمان را به خلاصه آورده است که در مرز و بوم آریانای تاریخی در هزار ساله دوم تا میلاد تخمیناً بین سالهای 1500 1200 تا میلاد ساختار دولتی و سنت استواری دولتداری پدید آمده بود. این سنت که آن را میتوان سنت کیانی نامید، دارای نظام دیرینه دولتداری بوده است. بعضی عنصرهای این سنت بعداً به قلمرو پارس و ماد پهن شده در تشکل واحدهای نخستین سیاسی و اداری این سرزمین پهناور نقش مهم گذاشتند. این سنت دولتداری در زمان تأسیس و تشکل هخامنشیان در سطح یک دولت ابرقدرت جهانی تکامل همه‌جانبه یافت. شاهان بزرگ آن کوروش کبیر و دارا نظام پیشرفته سیاسی و اداری را بنیادگذاری نمودند. در زمان هخامنشیان اولین بار در تاریخ شکل عاقلانه و بشردوستانه مناسبت خلقها، گروه‌های اتنیکی، پیروان آیین و مذهب‌های مختلف دینی و مکتب‌های گوناگون علمی و فلسفی طرح‌ریزی و کاربست گردید که حتی امروز نیز عبرت آموز می باشد. وقتی کوروش کبیر سال 539 تا میلاد پایتخت دولت مقتدر بابلستان را فتح کرد، برخلاف شاهان عهد باستان اعلامیه انتشار نمود که در آن حفظ جان و مال و آزادی اعتقاد دینی شهروندان کفالت داده می شد. این اعلامیه که با نام استوانه کوروش مشهور است، شاید نخستین نمونه اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت باشد.
اسماعیل سامانی، ابرمرد خرد و سیاست. باید تأکید کرد که این سنتی دولتداری نیاگانی ما در دولت‌های بدینه آریایی، دولت اشکانیان پارت، کوشانیان، هیتاریان و به خصوص ساسانیان ادامه و تکامل یافت و تا اصطلاح عرب پابرجا ماند. ضمناً باید افزود که در روند تشکل و تحول این دولتداری ها ما یک خصوصیت استواری فرهنگ و تمدن آریایی وارثیت را واضح می‌بینیم. یعنی آریاییان تا اصطلاح عرب به ارزش‌های دیرینه تمدن و دولتداری خود صادق بودند. این سنت‌های دولتداری هنوز در عهد قدیم از جانب دولت‌ها و کشورهای دیگر از جمله دولت‌های یونان و ریم قدیم، هند و قفقاز و غیره مورد استفاده قرار گرفته جزء ترکیبی گنجینه دولتداری بشری گردیدند. اصطلاح عرب و گسترش دین اسلام بنیاد جامعه سنتی و اصالت تمدن آریایی را در سرزمین نیاگان تاجیکان کاملا شکستن نتوانست، چنانه که این جریان در مورد زوالیابی تمدن‌های پیشرفته مصر قدیم و بابل صورت گرفت. ولی با وجود این حاکمیت اجنبیانی که دارای سطح پایین‌تری تمدن بودند برقرار شد. زبان عربی زبان رسمی دولتی اعلان گردید و آیین و اعتقاد محلی تحت فشار اجنبیان قرار گرفت. در چنین شرایط مبارزه طولانی فرزندان آگاه و وطن پرست ماوراء النهر و خراسان آغاز شد و اوج گرفت. این مبارزه شکل‌های گوناگون داشت: پیکار مسلحانه، تلاش با دانش و تجربه، مراسا و مدارا، وسیله‌های دیگری سیاسی و دیپلماتی. حرکت وسیع مردمی با سروری فرزند بزرگ خلق ابو مسلم خراسانی نمونه برجسته این مبارزه و آغاز احیای استقلال سیاسی و ملی خلق تاجیک به شمار می رود. در این روند خاندان‌های فدایی ملی به خصوص برمکیان نقش مهم گذاشتند و البته برای رهایی و تابعیت بیگانگان آشوب‌های خلقی بر ضد عرب‌ها مخصوصاً شورش مقنع اهمیت بزرگ داشتند. بر اثر این مبارزه ها موقع نیروهای ملی مستحکم گردید. اقتدار و نفوذ اشراف محلی افزود. غایه استقلال خواهی در بین طبقه های وسیع مردم ریشه دواند. مهمتر از همه در نتیجه این مبارزه طولانی روند تشکل خلق تاجیک سرعت تازه پیدا کرد و زمینه احیای دولت ملی فراهم آمد. شما گفتاری 33 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.